احمدشاه مسعود. من هیچگاه گریه نکردم، چون که گریه میکردم افغانستان را از دست میدادم، ولی یک مرتبه اشک چشمانم را نگاه داشتن نتوانستم. زمانی بود که سخت در تحت فشار دشمن قرار داشتیم، بی خورد و خوراک، بی لباس گرم روز به سر میبردیم. یک روز از قرارگاه بیرون رفتم. مادر در دستش کودک بود. کودک از دست مادر پایان رفت نزد بوته‌ای و علف را کند و ریشه پر از خاک آن را خوردنش را شروع کرد. من ترسیدم که مادر طرف من نگاه میکند و میگوید ای خاک بر سرت مسعود با این جنگ هایت. ولی مادر طرفی فرزندش نگاه کرد و گفت فرزندم بیخور خاک میخوریم و خاک نمیدهیم. آن زمان بود که اشک چشمانم را نگاه داشتم نتوانستم.